کجا بدی برو؟ کجا بدی؟ اینجا برفتم به زوغلا رفتم به خونه وارخ بدم خاطر نانه میگفت که یلا کرد از دیگه پار سکم به تو چی میگم ما هم برم به زوغله پی کجاره؟ همون خونه همون جبار میگم بفهمیدی؟ که سکنم نانه هم برفته بی سکنم دختر داره خود گپ زنم نه همین که نانه میگه تک دختر ولی دختر خوبه کمی استتر گپ زبار بیخی تو جوش میکنه باید کن دیگه این دیگه بگم میشه چک شه گیلک سکم به تو چی میگم ان 10 جا 12 جا برفتیم به خسرونی میگم به خسرونی مگر 10 جفت کش پاره کنیم ما 50 جفت کش پاره کردیم کسی به تو دختر نداد 100 فلمی اردولنگ پیوند کردم من 100 دفعه کش پاره کردم و اونا رو عوض کردم کسی به تو دختر نداد امینجیگاه جا آخره اگر امینجی دختر خورمی جبار به تو بداد که خوب تا خوب اگر نداد رد زن یلک و به قصه زن نباشه که تو پیدا دیگه میگم دیگه نمایم من میرم گیلک بفهمیدی تام برو همه گسپندا اینا چنگ علفی بند یوش خود بگیر علف هم داره که کباب و گوه هم ببینی لالا یک جای برفتی که مرتکک اگه سوارز به خیر خوشی خسول ما بوم یک چهار تا گوه گسپندی میراث داشته باشه ملک زمین هم رستی داره بفهمیدی زمین داری از خود داره گو داره گسپند داره سرا شیشتن داره باغچه داره به جب بیتیاره دیگه خوبه از ما و شما هنو بیشتر داره خب بلکن به خیر خسول ما میشه بوم مره ولی تو به قصدی مردن نه با چی که داری که بوم 100 سال زنده باشه سایه باشه به تاثر بچه ها خوب خوبه خسور ما بوم مره خسور تو نم مرم تو دوماد الدی بزی بشی به تو میده چیزه چاره خوبه لالا از ما تعریف کنیم بگیم 13 کواسلوات داره تعریف 13 کواسلوات داره بگیم چیزه بگیم هنر هم داره بگیم شاعر هم هسته که بلکه این نفهمه لالا نیکه بگیم بیاقلی 60 سنتی کج را میره که نمیده دختر خور همین نسبه همی عیبات و سادگی تو دیونگی تو بیکری تو اینا رو من نمیگم بیشتر میگم کارگر بچی هوشیاره خیلی بینی برو تو کار نده دختره همسای ما عدور نگاه میکنه دختره همسای ما چشمار سیاه میکنه جامع گل اشتره دقیق فجانجره گیلک چه اشتنی خیار هستی جانجره برا خیریت جانجره کجا هستی کجا بخیر سیکو برا یک خدمت به کجا مناسره خوب سیکو با گیلک ایره کجا بردی گپ نزن امرو دیگه فرق میکنه یک از که از من بگیره برای چی میاد؟ از که خوب بگیر که من برفتم به زوغله که من نزبت دار کنن گفتن که اسک نه نمیگفتن شاید که اسک انا چیز باشه گفتن که عکس آخر بیاره عکس از تو بگیرم خب اینجی ایتا کم ایتا کچ بخود خود برین گیلک به سرا نه همین جگه بگیر درختا سایه خوب دیوال هم هست بگیر این طرف ترمین بگرفته صبر بگرفته صبر کن خب سه از که خوبی بگی که خاطر که اونجا گفتن که از کار بگیره به دیوال یک فیسبوسکی هم بگیر فیسبوسکی همین دیگر راه ایترا بکنی با طرف فیسبوسکی ایتا دست خویی ایتا بخصه بگیر بگم جامع گل چی مادر تو اشته از کار گرفته از من خب گوشیه دیگه اینا رو اگه ببرن خوش میکنم من اشته خوش نمیکنه گیلک تو امیته بری تو خوش میکنه نه بابا خوش کردی گیلک خوب خیلی سعیده دیگه خدا حافظ برم دیگه برو بخیر بشی انشالله دیگه گوشی خونه میبری گیلک گوشی راست میگی چه کار گیلک یه حکو به چند نبخیر کی؟ 9 3
9300 این خاص تصویر اشکال بخرم بگیر. گیلک جو چی؟ بخرم از تو نمای باشه بخیر نزبت داشتم شیرینی ها با بخش میکنم 3000 از من گیلک باشه شیرینی ها خود با بخش میکنم سه گیلک جو برو خدافظ امروز اگه بخیر خوشی قراره برم به خسرونی میشه بخیر ای با دیدم اگر حرسی باشه رنگی وای بر خانه صدای دنگ و پنگی میان مردم ها چه رسوا شد وای منم مراد سلام علیکم. سلام علیکم من نباشیم برادرم برا خوبی سلامت. زنده باشیم برادرم جان جوره بفرمایید برا شما کی بیدی؟ بله شما کی بیدی؟ ما برار می جگا بیامدم اشته. برار من رمضان همون چوغه که میگی؟ بله بله شما همین کمای شما بخبار مبده. بیامدم. بله کار دیشتی؟ چه برار من بیامدم که اسک خور بیاوردم که گفتم سعی کنم اسک من خوش کنم من آنه برار ای اسک منه ای اسک منه برار 300 رقم مدله و بعدی باشه برو بیار خود صدا کنو. بیار خود صدا کنو ما برار بقل می درخت استادیوم به مسایه خوب ای بچگک ای دادی از یه اندازی از این نیه دیگه دادی و شاید کتتر باشه نانیمه که گفتک من بدیدم خیافه خوبه داشته ای که چیلاکیه سلام علیکم من نباشه سلام علیکم. شتنه بچیم خیریت جان جره راسم کوکو جو. جراست فضل خدا زنده باشیم برار شتنه زنده باشین. کجایی بچیم جان برار شما نه جان نه بچه منه کوکو جو. آها پیار شما پیار از اینای اینا بچه منم من پیار نفهم شما پیار از اینای بله خیریت بود ما برار منه که بیامدم دختر شمار بدم به من بدم نانه ما گفتم برو اسک خور بگیر اسکا خور فیسبوسکی بگرفتم اسکا رو ببریم به دختر خون نشوندیم انا بگیم اگه خوش کردی وسط ما 10 غلا برفتیم به زوی غلا برفتیم من خوش نکردم انا دیگه چه شد هدا رد دادم من گفتم که ما تو نماییم انا مچم نانه ما گفتم آل خوبا بگیر انا برو سعی بکنیم راز بروا کنم آنه برا بالیا ماما این بچه شما چند ساله که به داخل خونه ما به خواستگری آمده تو خواستگری آمده کی آمده همین رمضان که به خونه منه برار شما نه بالیا یعنی به خواستگری برای شما آمده بالیا نه دیگه پا با مادر ما آمده دادم بیا ای رمضان دیدی بابا جو داخل خونه چی برای ما تعریف میکنه که برار ممچون هنرمند که مچون ایت کار میکنه تو هوشیاره هوشیار نیم به شما مگه بیا نفهم بابا این دور زمانه غیر از فریبکاری دیگه هیچ چینیه راست میگی فقط همی کسانی بعضی ها هستن خوب بابا جو فقط همو قدر کار میکنم که طرف نمزدار کنم به هوشیاری و به دیوانگی من دیگه فکر نمیکنم خب ما چیکار کنم چه خدمت کنم سعی کنید دختر مایه من نمایه بریم بگیم خدا سعی یک شاخشم شد این عکسایی که چپ در چپ گرفتی اینو کار میبرم به دختر نشون میدم همین که ببینه عاشق دو میشه نه بابا خیلی بین گوشی من بدیدم اشتا میبریم من میرم باز بخونه تعریف میکنم زاپیرزال کنی زاپیرزال نمیشه نه نمایم کلان همه چیز رو خود من بدیدم دختر
چی مدیدم چی دختر دید. راست میگه. برو کاکو جو بخیر. ما برو ماله. برو خداحافظ. بله برو بخیر. خوبه. بیا بابا بیا بسرعت. آنی کردن و بعد باشه اینجا اگه باشه 10 تا سرا 10 تا غلر برفتیم میگم ما تو خوش نکردیم به درد نمیخوره این مرتگک این مامات اگه خسور ما بیدک میشودن یه گفت اگه من که ببینم انگار که دختر طور بیدیده به حلاله دیگه بزرگ بیای نقلار بیاره نقلار بجه اون خراب بخوری بشه سریع دیگه برو برای فعلا دیگه ما چی خدمت کنم زنده و سلامت باشین لالا جیگر. برای فعلا ولی گپایی که گفتیم اینو خیلی جدی نگیریم. خب لالا جیگر باشه من بازم خودی خونه مصلحت بکنم باز ما به شما خبر میدم. ای پیشتر باز ما و شما که به خونه ششته بودیم ای برار شما بیامد. همین رقمی که ما صحبت زدن از اختلاط کردن از خودی ما گپ زد گوشیر به در کرد کنی عکس من فکر کنم ای برار شما که من که سادیه بازم لالا باشه ما چرتا خوب بزنیم خودی خونه ما یک مصلحت بکنم با شما خبر میدم لالا. برار می بیامد به در سرا آمد یعنی ما تا به خونه بشیشتیم برار ما وقت به رد می بیامد و به در سرا و پیش شما بله همه دمی که ما و شما به خونه شیشته بودیم برار شما آمد ولی صحبتایی که شما به تا خونه گفتیم او رقم هم نبوده شما نگفتین که این برار ما کمک سادیه همین پیشتر بیامده رختا یک طرف یک رنگ پیران یک رنگ کماری هم بسته کرده شما گفتیم ایتا برار میته کریگاریه ایتنه تعریف آخر هم خودی و گوشی خورور داشته بیاورده که هنه کوکو یه عکسامونه ببریم به نمزاد برشوندیم بم گپ زدن از فهمیدم که به برار شما سادیه لالا جیگر ایتا هم که شما میگیم سادی نیه اگر رخت دورنگ به بری بوده او کار میکنه تاشون به تا کشتای به تا زمینا مونه همه کارامو به زوسه میکنه شما قرار نشد که گفتیم باشه ما میریم به خونه عکسر میاریم بچه را میاریم خود دیگه هیچ شری کنیم لالا جیگر گوش کشیم این سر با خود اختلاط کرده و خنده کرده و خسته عکس خور آورده و درس اگر شما براد از این تا گپا بگردیم کوی خیشی ما و شما نمیشه ما به شما میگم برار ما به چه کارکنی هست نون پیدا کنی هست عملی نیه سرکوچه نشینیه دیگه از این بیتر شما چی ماییم لالا جیگر باشه بازم چرت فکرها خور بزنیم به من خبره بده باشه لالا جیگر ما خوب پا استاده ایم با پا خیشیانه به شما بگفتم ما یله کردنی شما نیم مشکل نداره باشه باز با خود خونه مصلحت کنم برو بابا قیافه برار تو معلوم بود که 3-4 تخته کم داشتی اینا بیاره با دستش با ماله از آمدن دگر خبر می داشتم اینا بیاره با دستش به ماله انا لمجون بیام چی بیاد خبر چه رقمه باشد دیگه به خیر خوشی مرتکک با ما گوته تر خوش کردم ایلر انان ترکو خوش بکردن خوب آخه عکس مایه چه کار کنیم چی؟ گفتک عکس برار خور بیارک نمیتونی عکس کار خور ببردم اما مرتکک که خوشحال من میشه گفتک من بدینم برار گفتم ببریم از کامل ببریم به دختر خونشون گفتک من که ببینم پسند کنم انا انگار که دختر من طول پسند کرده چه کارشون نقلم بستین نیست پستون دما یک گویجی نقله و تا فرغون زور مکنه کشید به کفت خوب یارم و تا فرغون کردن خسور تو گفت اک ببرک بسته همی غلار امر چرخته هنو ما به خونی و پا خور نقدشتون برات میبیایی در سرا تک تک کردی مرتکر بیبیری طلب کردی عکس نشون دادی دوغا خور هر چی بود شلب دادی نه من گفت ببرک اشکا خور ببرک بیامدم خی آخه تو نانی تو میخدشتین که خودی می مرتکر من گپ میزدم می تعریفات رو میکنم به خونه تو با پشت در سرای وزی عکس نشون میدی چی میفهمیدم گل نمیدم دختر خود میده معطل تون آخی تو چری تا کارا میکنی اینجا 20 شد چی میفهم 13 دفعه شد دیگه نشده 20 دفعه دیگه مرتکه به خونه تیار و خوشحال دم تور بدید رخصت که بیامد اصحاب در خورده بود من که به خونه آمد گفتم خدایی چی گپ البته خانوادی از یک چیزی گفتم خبر ندارم که برار می بیامد هرچی دختش تشلب داده چی میفهمیدم من چی میفهم آخی بابا نانی میگوتک اشکا خور برو بگیرک از سبزی ها بگیرک ببرک که دختره ببینه طور خاطر ایتحال رو میپوشه طور نمیبینه
از که خود نشونده به تا موبایل انا ببینه. آخه من کتور به تا کوچه بدیدم تو گفتم گوسپندار علف پندا اونا رو جمع کن تو بهم رد ما بخستی بیامدی به نانا نارسیده بنداختم علف و تو خورینو بنداختم بشکرم او کدم داشتیم پیش نانه گذودی نانه جو برو. خب تو چی بلد بیدی سلامت کرد؟ چی اشته بلد نیم نانه من بیاودگ امی تا که بزی خونه خوار من میرفتیم گفت اگه سرای که امو دختره من خوش کردم پسند کردم امین جیه انان خوب امیت بشیند تا سرد و دندونات و همرنگ سفید باشه رد بابا فکر زن و تو میشون در غیر از این صورت 9 قله او بر 20 قله او بر 40 قله او بر 50 قله او بر کو کسی به تو دختر نمیده به خاک مگر برو من مرز پاکستان به تو دختر به خاک بگیرم نه من پاکستانی ما چیکار کنم به لبس نمیفهم به لبز افغانی ها به لبز تو نمیفهم با پاکستانی کو بیخی نمیفهم من نه ما من دیونه کردی زنجیری کردی من نه ما سیاست ما چیکار کنم چی فایده داره بیام اینجا خرجی رتا کمر ما بشکنه تاشم بل برم بزنم خلنگ بزنم بیام اینجا خرج بیارم بزو کو میخوره نون مایه